پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امروز قصد داریم که راجع به بی‌بندوباری و فساد در صنعت سینمای ایران که در طول ماهای گذشته زیاد نسبت به این موضوع پرداخته بودیم با شما صحبت بکنیم و یک نقطه مشترکی ما با تحلیل آنالیزی که بین سلبریتی ها انجام دادیم به دست آوردیم که 80% سلبریتی های مشهور و معروف داخل ایران در صنف بازیگرها چند تا ویژگی مشترک دارن. این که عدم وفاداری دارن، این چیزی هستش که کارشناسای بخش روانشناسی و روانشناختی به ما گفتن. کلا زندگیاشون مجردیه دیگه، یعنی سعی نمی‌کنن ازدواج بکنن، عموماً مجرد هستن. حالا چند تاشون هم برای شما مثال میزنم که البته این بی ربط به شرایط و جایگاه شغلیشون نیست و چند وقت پیشم سردار ایوب سلیمانی یه اتمام حجتی هم کرده بود به عنوان جانشین فرمانده ناجا با سلبریتی ها نسبت به این بی‌بندوباری ها و فساد ها و مهمونی ها و استخبارتی ها و کف پارتی ها در شمال تهران. گفته بود گندش رو بالا آوردید، اینقدر اینا رو ما توی مهمونی ها و توی مراسمات مختلف این سلبریتی ها رو میگیریم بازداشت میکنیم، یه جریان لابی میزنه، یه جریان زنگ میزنه و قضیه رو ماسمالی میکنن. خاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. و مثلا خانم نیکی کریمی 48-9 سالشه، مجرد، که گفته بودن با امیرحسین آرمان. پژمان جمشیدی 43-4 سالشه، گفته بودن که با آزاده صمدی، ایشون هم مجرد. خانم هانیه توسلی 42 سالشه، مهواره شریفی نیا 41 سالشه، احسان علیخانی 38 سالشه، الناز شاکردو 37 سالشه، گلزار 44 سالشه، حامد بهداد 48 سالشه و حالا این لیست تا دلتون بخواد زیاده و همه این افراد مجردن. حالا چند تا دلیل هست واسه مجرد بودنشون. عمده ترین موضوعی که وجود داره یه موضوع فساد در صنعت سینما ایرانی. شما وقتی مجرد باشید در سینما ایران کار بیشتر بهتون میدن، به خاطر اینکه تعیین کننده ها نگاه میکنن به خانم‌های مجرد که حالا یه حرکتی بزنن و اینها. البته این فساده در بدنه کل سیستم مشاغل مختلف هست، ما نمیتونیم فقط اطلاقش بکنیم به سینمای ایران، اما خب حالا توی سینمای ایران این اتفاق افتاده و این افراد حالا مجرد که باشن راحت میتونن برن مهمونی. مطلقه که باشن اصلا یه آپشن حساب میشه مطلقه بودن، چون میگن که خب طرف ما میتونیم راحت صیغش بکنیم و چیزهای دیگه. اون میگه اصلا یک آپشن ویژه و وی آی پی محسوب بشه واسه خانوم ها. و عموما بعضی از این سلبریتی ها در یک برهه‌ای از زمان وقتی خیلی معروف و مشهور میشن سعی میکنن که شیطنت بکنن، یعنی با تعداد زیادی از حالا خانوم ها با آقایون، آقایون با خانوم ها. این شیطنته وقتی اتفاق میفته دیگه طرف میگه من میتونم به قول تتلی نیو فیس داشته باشم، چرا برم ازدواج بکنم، چرا برم زیر بار تعهد و بذار یه حالی بکنم. که عموما آمارش هم میاد که بیشتر این آدم هایی که معروف و مشهورن از مجریای تلویزیون بگیر یا تو بدنه سینما با انواع اقسام آدم ها ارتباط داشتن، با انواع اقسام آدم ها بودن و قشنگ به معنای واقعی کلمه فساد رو معنا کردن. ولی توی نمونه‌های خارجیش
بازم هست، یعنی ما میبینیم که عموما اونا هم روابط متعدد دارن اما متعهد هم هستن در بعضی از روابطشون. مثلا خانم اسکارلت جوهانسون، اسکارلت جوهانسون، بله ایشون 36 سالشه، اهل امریکا. در خبرگزاری های امریکایی که من داشتم میخوندم، خانم تکرار میکنم رخ کار ویدیو رو میبره بالا، اسکارلت جوهانسون چیزی 13 تا رابطه رسمی عشق و عاشقی داشتن ایشون، یعنی تو 36 سال سن 13 تا رابطه داشتن که علنی شده و اعلام شده. 3 بار ازدواج رسمی داشتن در فواصل زمانی سال 2008 تا 2020، یعنی در طول 12 سال ایشون 3 بار ازدواج کردن. میانگین ازدواجاشون هم 4 سال بوده. در ازدواج دومشون هم بچه دار شدن، یه دختر دارن و به قول یکی از رسانه‌ها انقدر ایشون حالا خوشگل و زیبا هستن به نام نماد جذابیت هالیوود اسمشون یاد میشه. اما از اون طرف ما بسیاری از آدم‌های مشهور و معروف رو در دنیا داریم، از فوتبالیستا بگیر نظیر مسی و کریستیانو رونالدو، سایر فوتبالیستا که واقعا وقتی ثروت و به پول و به جایگاه و به معروفیت رسیدن گول جایگاه و معروفیت خودشون رو نخوردن. اما توی ایران ما می‌بینیم که طرف تا به یه ثروتی میرسه، اولین کاری که میکنه با دوست دخترش کات میکنه، نمیدونم زنش رو طلاق میده و خیلی راحت اون موقعیتی که به دست میاره فراموش میکنه. بریم یه تیکه از صحبت ها، اولی آمار ببینیم از آدم های معروف دنیا. حالا من ایرانیاشو گفتم که اکثر مجردن، حالا بریم اون معروف هایی که توی خارج از کشورن و مجرد نیستن و متأهلن و حتی تعداد بچه هاشون رو ببینیم، بعضیشون 8 تا 9 تا 10 تا بچه دارن. بیایم و با شما هستیم. We have money, we have everything, we have fame. I have millions, billions, but the most important thing is the family. Keep your family healthy, good, and take care of your family because this is the most important thing in the world. Because this is the most important thing in the world. بله، این صحبت کریستیانو رونالدو شنیدید که میگفتش که خانواده یک منطقه اصله، اما توی ایران ببینید بازیگرا چی میگن. مهمان داریم، چه مهمان عزیزی، به به، چه بازیگر درجه یکی. چرا ازدواج؟ دوست دارم شناسنامه‌ام سفید باشه. دلیل شما فکر کنید یکی بیاد که دیگه نمیاد. شما فکر کنید یکی بیاد که دیگه نمیاد. بله، صحبت این بازیگر شنید. گفتم دیگه به خاطر شرایطی که هستش که در جامعه ایرانی، اولی شاید میتونه مشکل مالی باشه، چون خیلی از این افراد شاید مثلا سالی یه بار یا هر 2 سال یه بار بهشون یه کار بدن، اگر عضو گروه و باندی و جریانی نباشن که کار نمیکنن. یا اگر هم خیلی خوشبینانه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، اگر عضو یک گروه و باندی نباشن، سالی یه بار 2 سال یه بار بهشون یه کار پیشنهاد میدن که بخوان کارو در بیارن. و خب می‌بینید که سلبریتی بودن در همه جای دنیا هیچ چیزش ثابت نیست، نه جایگاهش ثابته، نه اعتبارش ثابته، نه شهرتش ثابته، نه روابط عاشقانش گویا ثابته، نه ازدواجش. یعنی ما این آمارهایی که داریم میبینیم و با این اتفاقاتی که داره میفته و صحبتهایی که یک سری از این سلبریتی ها میکنن نسبت به فساد در بدنه سینما، ما داریم میبینیم که این اتفاقات داره میفته و یک بیبندوباری اصطلاحاً داره در صنعت سینمای ایران اتفاق میفته. و البته رفتارهای این افراد هم میتونه مزید بر علت باشه. افرادی که مثلا بازیگر تلویزیون هستن، یه تیپ و ظاهر در تلویزیون دارن، اما وقتی میان خارج از بدنه تلویزیون و سینما یه تیپ و ظاهر دیگه دارن. در تلویزیون اجبارشون میکنه نمیدونم تیپ و ظاهر مذهبی داشته باشن، کاملا ادبیاتشون جلوی دوربین یه چیز دیگه است، اخلاق و رفتارشون جلوی تلویزیون یه چیز دیگه است که یه دلشون کراش میزنن، اما پشت دوربین میبینید چه اخلاق گندی دارن، چه تیپ عجیب و غریبی دارن. یعنی بیشتر این افراد یه تفاوت و یک دوگانگی شخصیت جلوی دوربین و پشت دوربین دارن که دارین میبینید توی تصویر. در هر صورت گفتم که حالا یک آمار و آنالیزی بدیم که هست، یعنی بیش از 70-80% بازیگرای خانم و آقای سینمای ایران یا مجرد هستن
یا مطلقه هستن و دوام پیدا نمیکنه و اینم که دلیلش رو در ویدیوهای قبلی و دقایق قبلی بهتون گفته بودم. در هر صورت خیلی دوست داریم نظر شما رو هم نسبت به این موضوعات بدونیم و اینکه دلیل اصلی مجرد بودن سلبریتی ها و یا اینکه دیگه ازدواج نمیکنن چه چیزی هستش و نظرات شما رو هم بدونیم. اگر دوست داشتید ویدیو هم لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.